الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین. خانم سلیمان دوست دارم قشاوه وقت میکنیم دیگه. وقت چیه؟ وقت ابدال. ببین هر جا ان باشه، تنوین ان باشه به چی تبدیل میشه و در موقع وقت به آ تبدیل میشه. مثلا میگیم چی؟ اینجا الان وقتش بهتون گفتم عظیمن میشه چی؟ عظیم. آفرین، عظیمن میشه عظیم. مجموعه ما یک مجموعه تشکیلات محور هست که اسمش رو گذاشتیم تشکیلات خانوادگی. پدر مرحوم بنده ملای محل بود، غیر از قرآن هیچی بلد نبود. قرآن، مفاتیح، مدایع و مصابه اهل بیت. ما اولین صوتی که به گوشمون خورد از قرآن است و مفاتیح. پدر شوهر من ملا بود. خیلی می آمد مسجد تزیه می خوندن. خدمت عرض کنم که فعالیت های فرهنگی زیاد داشتن. از این طریق من اینا رو شناخته بودم. الحمدلله از خوبی سلامت. من در بسته بودم. همگی خوبین الحمدلله. خوب است خانم، سلامتی؟ عمه جان ما گلچین رخفیروز، خواهر بزرگ تراولی رخفیروز. ایشون هم عروس عموی آقای رخفیروز هستن. حاج محمد آقای رخفیروز برادر بزرگ آقای رخفیروز هستن و پسر بزرگ ملا مهدی رخفیروز. اینجا هیچ کسی الف بلد نبود. پدر من یک کاغذ بده بود نیاق. آنجا آنها بخوانن نمیتونستن. اینجا خب سواددار نداشت. بله نسبت این زن. یه حیوان اینجای پدر من کنده بود. اون وقت پدر من آمده بود گفته بود من هر دی برم میخواد سواددار بشم. اینجا هیچ سوادداری نداشت. حتی پدر مادر یه الف بی میخوانه، ولی پدر ما که رفت اینور اونور، خلاصه اون سرگذشتی که فرمودن علولج رفت، نیاق رفت زرشت، 4 تا محل از اونور، خلاصه اونجا کار میکرد. یه نفر گفته بود آقا جان تو که اینجا زمستان بیکاری، بیا همینجا برو پیش فلانی قرآن خواندن یاد بگیر. وقتی رفت چند تا معلم عوض کرد شد ملای محل. پدر مرحوم ملا بود. ما خود طبیعی به قول فتنی افتادیم تو خط قرآن. غیر از قرآن سی بلد نبود، غیر از دعا، غیر از مفاتیح بلد نبود. بعد سایان چشم وا کردن تو خانه قرآنی چشم وا کردن. برادر من آنجا در سوقا میخوان، ما رفتیم نون بپزیم تنور میامدیم دیدیم این روسری مادرم همینطور سفید بود. آنها پیچیده به چلش این رخت خواب اگه داشته رفته رو رخت خواب برای خودش روزه میخواند. اون وقت مادرش میامد میگفت تو چرا اینطور کردی؟ چرا لباسم برداشتی؟ گفت میخواد تمرین کنم زیاد بگیرم شیخ بشم برم رو منبر بلد باشم. قرآن میخوان، مفاتیح میخوان، اصلا دعاهایی که نصف شب میخوان، خود قسمایی که خداوند میداد، بالاخره اینا همه اثر گذاشت. الحمدلله شکر خدا به این راه افتادیم. میرم مسجد میبینم 3 تا عماها حالا با لباس محلی با سن زیاد نشستن قرآن میخونن. خیلی لذت میبرم که عماهام قرآن میخونن. این اولین زن سواددار قرآن خوان روستای اردبیل هم همین خواهر ماست. اولین زن قرآن خوان نمازخوان سواددار اینم که پدرش ملا بود. این ماشاءالله همه زنا زود. الان برای من توضیح میدادن که پدر بزرگ بنده که یاد میگرفتن اومدن اینجا میخوندن، پسرعموهاشون یعنی برادرزاده های پدر بزرگم سریعا ازشون یاد میگرفتن. اونا چون پسرعمو دین هوش خیلی بالایی داشتن سریع یاد میگرفتن و عمم از یکی از پسرعموهاش کوچیک‌تر بوده میرفته پیش اون یاد میگرفت. اون از پدر بزرگم یاد میگرفته، عمم از اون یاد میگرفته، بعد عمم به دوستاشم میرفته یاد میداده.
مسئولیت اجتماعی تو خانواده رخفیروز خیلی پررنگ بوده. این مثلا حمام داشتن، حمام عمومی. بعد اگه مثلا اونجا مسئول نداشته، پدر بزرگم، عموها، پدرم میرفتن حمام چی میشدن. اگه میومدن میدن مسجد کسی نیست مسئول، میرفتن مسئولیت مسجد رو به عهده میگرفتن. اگه باغستون مسئول نداشته، اینا میرفتن مسئولیت به عهده میگرفتن، نمیذاشتن کاری تو روستا زمین بمونه. گفتن یه دونه موتوربان نداره، موتور روشن می‌کردیم، آب میرفت سر اون منبع، بعد میامد محلی. گفتم من موتوربان شما. گفتم بابا مسجدبان نداریم. گفتم من مسجدبان شما. خلاصه هر چی زمین کارایی که زمین میموند بار میشه گردنمون. إذا لم سكتم خشية الإنفاق فكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات ولم يكن له ولي من الظل وكبروا تكبيرا. خود به خود طبیعی افتادیم تو کار قرآن، طبیعی افتادیم تو کار هیئت. اون علاخوی بزرگمان امور مذهبی محله کلا از اول عمرش، از اول به قول گفتن نوجوانیش از پیش میبرد. چند سال شورا بودیم، هیئت امنا بودیم، یه مدت هم شاطر بودم تو نونوایی‌های قزوین. بهترین نونه برای قزوینی‌ها میپختم، خیلی هم میپختم، خوبم میپختم. الانم جدی آمدیم اردبیلج، دوربر 30 سال است الان خادم مسجدیم. از این کارا کردیم. خلاصه در جاده 80 رو سر این جاده که الان اسفالت دارد اینجا کار کردیم. این مسجد هم کلنگ اولش از داریم تا آخر که الان هم تمام نشده است. خلاصه اینجا بودیم. خدا این توفیق داده است به ما نماز جماعت برقرار کردیم برای اردبیلج. به قول خود ما این رزمنده بودیم، جبهه رفتیم، عملیات بیت المقدس شرکت کردیم. او چی بردین همه راه سبحان ربی الله. اعتیاز نبود کسی ما رو تشویق کند، راهنمایی کند. ما چشم کردیم تو هیئت، در حقیقت تو هیئت که پدرمون مسئولش بود، خودش هم اجرا کننده بود، چشم کردیم پدرمون دیدیم. همه فامیلی ها، همه روستا یا افلاطونی یا چوپانی یا بهرامی. ما خانواده تکیم که رخفیروزی. مربوط به همون زمانی میشه که پدر بزرگ بنده رفته بوده روستاهای مختلف که علم بیاموزه، میره روستای زرشک. اونجا اون مولایی که تو زرشک بوده، فامیلی که میخوان انتخاب کنن، فامیلی ما مجزاست تو روستا دیگه، میذاره رخفیروز، یعنی چهره موفق و پیروز. چون پدر بزرگ بنده رفته تحصیل میکرده، خب موفق بوده، یاد میگرفته و آدم باهوشی بوده، فامیلی ما میشه رخفیروز که ما با بقیه محل فرق داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ترابلی رخفیروز نظامی از مزه جمعی گردان حضرت رسول. در زمان 6 سالگی ما تو روستا میرفتیم مکتب خانه، اونجا درس میخوندیم، قرآن هیجی میخوندیم. یه استادی داشتیم با ما هیجی یاد میداد. یه زمستان رفتیم اونجا هیجی خوانیم قرآن. مکتبشان شخصی بود، جوهری بود، ذاکر بود، امجز بود، اینا را یاد میدادن. و همونطور قرآن میخوندیم، هیجی میخوندیم، همونطور هم اعلانیاری از امام خمینی پخش میشدیم. یه چادری را میبستیم کمرمون و این ور اونور میبردیم، میذاشتیم داخل چادر ما پخش می‌شد اعلانیار یا نوارا رو پخش می‌کردیم. اون قدیم زمان شو رفتیم مکتب خانه با هم، مثلا هم کلاس بودیم. اون وقت هم باز مدرسه هم رفتیم هم کلاس بودیم، اینجا آمدیم همسایه شدیم که با هم فعالیت می‌کردیم. من پدرم ارباب بود ولی تغذیه خانم تغذیه می‌خوند. همیشه علی اکبر خانی می‌شد. برادرم هم تغذیه می‌خوند. اینا تغذیه می‌خوندن، قرآن هم می‌خوندن. اینا هفته 2 شب هیئت داشتن، قرآن می‌خوننش. گفتم از اولش که شبای روزهای 40 هم خرج ما میدادن، کل محل خرج میدادن. مادر بچه‌ها من همراه گرفتم، رفتم خانه مشرف سمی ارباب مرحوم. گفتم شختارا به من گفت بری. خلاصه من اونجا میرم، هیچ کس هم گمانش نمیرم.
من رفتم اونجا گفتم خب امکان داره اینا پدر بزرگ اینا اون طرفی یه سری ارباب بودن دیگه یه خورده وضعشان از ما توپتر بود. گفتم نبادا جواب کندی. رفتم اونجا دیدم بابا برای اونا عادی است. من که رفتم من خواستگار بودم چی تراب مغلی اونجا مثل توپ میپیچد. من هیچ کارم اومدن خواستگاری آقا اینا اومدن و عروسیمون هم خیلی ساده برگزار شد، خیلی ساده. پدر بزرگم تا زندم بود همیشه از بابام تعریف میکرد، میگفت توی 9 تا دامادی که دارم این خیلی برام ویژه است و مادر بزرگم هم همینجور یه ارتباط خاصی با پدرم داشت. خودمون بعد از ازدواج ما بود که ما دوباره خودم مکتب زدیم، یعنی هیئت داشتیم، یعنی دخترها رو جمع کردم تو خونمون درس میدادم. ذالک کتاب ذات چجوری خوانده میشه؟ آفرین، نوک زبانی خوانده میشه. ذالک کتاب لا ریب. دو تا نقطه اینجا هست. این دو تا نقطه چیه؟ وقف معانقه. سال 60 که ما شروع کردیم ایشان شروع کردن دیگه. سال 60 ما کلاس قرآن شروع کردیم تو اردبیلک، ایشان شروع کردن. اول دیهات بودن هیئت داشتن اینجا، مسجد بررسی میکرد، خودش میرفت منبر سخنرانی میکرد، زنش هیئت به زنها یاد میداد. اینجا یاد میدادم وقت آمد قزوین هیئت درست شد. اول اینجا بودن، خوب بود، مردم هم از ایشون راضی بودن. گفتن اینجا دیهات هست، اگر همینا ما یه چیز یاد ندن خب ما خودمون هیچی بلد نیستیم. صبح درس میدادم، از 7 صبح شروع میکردم تا 12 و 12 که مینا میرفتن من باید کارهای خونه رو انجام بدم، بچه‌ها رو غذا درست کنم، غذاشون بدم، بعد دوباره بعد از ظهر ساعت 2 شروع میکردم تا 7. در همین حال که هم بچه‌داری میکردم، هم خانه‌داری میکردم، هم درس قرآن میدادم. ایشون زمانی بود که ما توی روستا بودیم، میومد نون میپخت، بعد کار خونه رو انجام میداد، بعد همزمان شاگرداش میومدن تو خونه به اونها قرآن یاد میداد. درس روحانی روانخوانی میدادیم. اونجا از کسی پولی نمیگرفتیم، همون یه اتاق خونه‌مان گذاشته بودیم برای قرآن خواندن. می اومدن هر کس که نوبتش بود نوبتی می‌کردیم دیگه، می اومدن یه خورده نفت می آوردن میریختن تو بخاری، اونجا گرم میشد، منم درس میدادم. من ایشان با هم از زبانی با هم دوست بودیم، با هم فعالیت می‌کردیم در مثلا حوزه قرآنی، تو مسجد مثلا میرفتیم یا یه جای یه کار خیری کسی داشت، مثلا ما میرفتیم کمکشون، مثلا نمایش بازی میکردیم برای خانم‌ها. نمایشنامه های خوبی من مینوشتم، همه الان میدانن من نمایشنامه های مثلا زیادی نوشتم، طنز مینوشتم، خانم‌ها اجرا میکردن. ایشان هم خیلی اون مثلا از من باسوادتر بود، زیاد قرآن اینا میخوند. در همون زمان درس نهضت هم شروع کردم، یعنی نهضت سوادآموزی هم خوندم، از اونجا شروع کردم خوندم تا دیپلم گرفتم. مسجد درست می‌کردن، می‌رفتیم از خانم‌ها که نون پختن، نون می‌گرفتیم برای کارگرای مسجد، یا می‌آوردیم مثلا از یکی برنج می‌گرفتیم، از یکی تخم مرغ می‌گرفتیم، از یکی یه چیز دیگر می‌آوردیم خانه ما نهار درست می‌کردیم، می‌بردیم مثلا برای کارگرای مسجد. شیلان چشیدن، اگه کسی یه خدای نشد یه مریضی بیاد یه بلایی بیاد شیلان می‌چشتن، یعنی رفت میکنه. هر کسی هرچی تو خونش داشت می آورد، حالا یکی تخم مرغ می آورد، یکی عدس می آورد، یکی برنج می آورد، هر چقدر تو خونش هر چقدر جمع می شدن مسجد و اون رو با هم می خوردن. این به شیلان چشید. و اینجا مسجد می‌خواستن درست کنن، دیوارای مسجد می‌خواستن بچینن، ما برای کارگرا غذا درست می‌کردیم، از همه جمع می‌کردیم. یه گاری چوبی درست کرده بودیم، دست بچه‌ها بود و ما 2 نفری من و خانم افلاطونی می‌رفتیم دور می‌زدیم تو کوچه‌های روستا، نون می‌گرفتیم می‌آوردیم برای مسجد، غذا می‌آوردیم، پول می‌گرفتیم برای مسجد خرج می‌کردیم. حتی انگشترها، طلاها، علنگوهاشون می‌دادن، میگفتن ببرید بفروشید برای مسجد خرج کنید. ما اینا جمع کردیم دادیم هیئت منای مسجد، اینا فروختن، پولش برای اونجا خرج شد. جاهای مختلف استان قزوین کلاس قرآن داشتیم، از جمله روستای خودمون اردبیلک، روستای زوار، روستای عبدالآباد کوپایه، کورانه و روستاهای دیگر خدمت و جاهای مختلف قزوین. در سطح شهر جاهای مختلف قزوین کلاس قرآن داشتیم. 7 سال من روستای زویار درس دادم، سوادآموزی اونجا درس دادم، قرآن درس دادم، تجوید درس دادم، صوت لند درس دادم. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم
ینفقون کلاس‌های سوادآموزی داشتن و اینکه شب‌ها خونه ما تعدادی از آقایون سن بالا می اومدن و تحصیل میکردن. پدرم بهشون حروف الفبا یاد میداد و اینها امضای یاد گرفته بودن بکنن، اسمشون رو یاد گرفته بودن بنویسن و چقدر ذوق میکردن برای این. مادر تونستن تو منطقه بحث سوادآموزی رو خیلی گسترش بدن. اونا بی سواد بودن، اون کسایی که میآوردن اینجا مثلا میخواست قرآن اینجوری اون قدیما و سبک مثلا قدیم میگفتن الف دو زبر بعدی زبر زیر اینجوری میخواندن، سخت بود براش مثلا اینجوری یاد میداد. اونایی که اصلا بلد نبودن. تو روستای کورانه تقریبا 5 سال درس دادم. روستای عبدالآباد هم رفتم درس دادم. تقریبا 4 سالم تو روستای عبدالآباد درس دادم. یه فعالیت هم داریم که همه باز مثلا مسجد بریم، جشنا بریم. از این شعرم بعضی موقع میگم برای خودم بیکار باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. من بانوی روستاییم، باشد همین خوشبختیم، در کار کوشش عالیم، در خانه من یک حامیم، هستم صبور بردبار، چون کوهی باشم استوار، باشد یقین این باورم، خورشید باشد خواهرم، باشم سحرخیز زمان، در کار کوشش پرتوان، هرگز نیفتد اتفاق روزی بمانم من به خواب، بیدار باشد آفتاب، دارم صبحی همچه ناب، گندم به خرمن میبرم، دسترنج خود را میخورم، راضیم از این زندگی، دارم امید بندگی، راضی ز من پروردگار تا من نباشم شرمسار، فرمود خدای مهربان هر کس نکرد کار در جهان، ملعون پست دون شود، هم این جهان هم آن جهان. و اینها در قرآنشون کامل شده بود، یعنی اکثرا یاد گرفتن. اون وقتی که بعد من اومدم اونجا یکی از شاگردان رو گذاشتم اونجا درس میدن. طی تمام این سالها مادرم به شدت فعال بوده و اقدام به تیم سازی کرده، یعنی تیم هایی رو درست کرده، مربیانی رو تربیت کرده و همه رو اینجوری نبود که خودش نگه داره، اینها رو رها کرده و اینها رفتن تیم های دیگه ای رو ساختن. یعنی این چرخه، این روند، این شبکه ادامه داشته. خیلی از خواهرها قرآنی شدن، مربی پرورش دادیم. شاید بهترین مربیای که الان برای مثلا در سطح سازمان تبلیغات فعالیت میکنن، مربیانی که از مؤسسه ما در آمدن. 15 سال من تو روستا درس دادم. چه دی الحمدلله شکر خدا همه یاد گرفته بودن قرآن دیگه. قبل از اون هیچ قرآن نمیخوندن، از خانما قرآن نمیخوندن، ولی اون موقع که من شروع کردم یاد دادن همه قرآن یاد گرفتن. وقتی یاد گرفتن دیدم اینجا دیگه همه بلدن، همه یاد گرفتن. بعد ما اومدیم قزوین. با توجه به اینکه ما تو یک مقطعی از زمان با توجه به اقناع شدن مردم روستا نسبت به فعالیت‌های ما مهاجرت کردیم و اومدیم به قزوین. تو قزوین هم با توجه به نیازسنجی کردیم، دیدیم خب منطقه غرب قزوین بسیار به این فعالیت‌ها نیاز داره. در حقیقت هر کس از هر کجا این دهات‌های اطراف میاد ساکن قزوین بشد، میامد اول اینجا، چون سطح درآمدها خیلی پایین بود، به زحمت میشد کسی خونه بخره، چه خیلی زحمت. میامدن اینجا هر چند نفری مثلا توی یه خانه 30 متری 40 متری یه جوری بالاخره شب سر میکردن. به خاطر همین با فرهنگ‌های مختلف، اخلاقای مختلف هم میآوردن با خودشان. نزاع خیلی بود اینجا، همیشه درگیری بود، همیشه دعوا بود. ما اومدیم تو همین رادیاباد مؤسسه قرآنی زدیم. من چند تا جا رفتم شروع کردم درس دادن، دیدم از نظر فرهنگی خیلی پونه. آقا گفتن پس اینجا رو ما شروع کنیم، از همینجا شروع کردن فعالیت کردن. خب این زحمت همین زنیجه داره، همین بغل نگه داره. اولین خانه که ما اومدیم اونجا بودش. اون خانه اون ور ماشین اونجا ایزگام تازهش کردن. یه مدت اینجا بودیم، کلاسا رو تشکیل دادیم، بعد دیدیم کفاف نمیداد، 50 نفر بیشتر جا نمیشن، توی اتاق دارد 50 نفر بیشتر جا نمیشن. خودروش انقدر جمعیت می اومد که تمام اتاقای 2 طبقه گرفته بودیم پر میشد، حتی تو کوچه می نشستن. مجبور شدیم چی خونمون رو عوض کنیم، بریم یه جای دیگه که حداقل 60 نفر 70 نفر جا داشته باشه. کوچه بنبست بود، انقدر جمعیت می اومد که اتاق جا نمیشد. کوچه رو فرش کرده بودیم، تو کوچه می نشستن. اونجا خونمون 2 طبقه بود، طبقه بالا ماماینا نشستن، پایین مؤسسه بود و این یک روند بود. ما هر جا خونه می گرفتیم 2 طبقه می گرفتیم
که یک طبقه برای سکونت خودمون باشه و طبقه پایین مختص فعالیت ها باشه. زحمت همین اینجا داریم میرم رسیدیم یا باید بریم کوچه پایینی؟ همینه ولی الان ساختمانش اون خرابه قابل فیلم برداری نیستش دیگه. مکان بعدی ما که قرآن تشکیل دادیم همینجا بودش. شروع شد اونجا شلوغ شد دیگه. اونجا کلاسای خدمتشون از غیر از قرآن احکام هم گذاشتیم، اخلاق هم گذاشتیم، نهج البلاغه هم گذاشتیم. سالیان سال اونجا فعالیت کردیم. اوج فعالیت ها بود. مردم بسیار زیادی مراجعه می‌کردن، مخاطب بسیار زیادی داشتیم. باور نمی‌کنیم ما 8 صبح کلاس رو شروع می‌کردیم، 10 شب خود ما خوابیده بودیم، پا می‌شدیم می‌دیم مدرسین درسشون دادن، تعطیل کردن رفتن. یعنی اینقدر کلاس ها شلوغ بود. استقبال شد، استقبال بی‌نظیری شد از کلاس‌های قرآن. یه دوره 2 دوره رفتم سازمان تبلیغات تخصصی گذراندم دوران. یکی 2 دوره چه رفتم خود بسیج سپاه رفتم اونجا یه سری فرمانده بودم، نظارت بودم، عقیدتی بودم. اونا رو همه اون برنامه رو من گذراندم، مدارکش هم دارم. این مجوز از طرف اتحادیه مؤسسات قرآنی استان قزوینه. این مجوز از طرف فرهنگ ارشاد اسلامی استانه. این مجوز از طرف کشوری دارالقرآن کشوری. آقای عزیزخانی که اون موقع مسئول سازمان تبلیغات بود، می آمدن بازرسی می‌کردن، میگفتن شما خودتون یه سازمان تبلیغاتید. یعنی شما میشدید همین کوچه رو پرده بزنید، همین کوچه بتونید استفاده بکنید. انقدر جمعیت خوب بود می آمد. زمینه نداشتن. کسی همچه بلوزدنی کاری نکرده بود تو اینجا. کار که شروع شد استقبال شد آمدن کلاسا پر شد. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. احسنتون ماشاءالله بارک الله. برای صلوات بفرستید. کلاسای ما کلاسای مؤسسه قرآن نور زهرا مدیون حاضرخانه است با رفیقاش، همکاراش که همون خانم بودن و مربیای ما بهترین مربی‌ها رو اینجا به کار گرفتیم بدون که چیزی بدیم بنده خداها را. هیچ وقت این دره بسته نمیشه. شاید پدر و مادر من توی این 40 سال از آرامش خودشون زده باشن و حتی الان که سنی ازشون گذشته و نیاز به آرامش زیاد دارن، ولی باز دلشون طاقت نمیده که فعالیت نکنن و باز یک بخشی از منزل مسکونی رو قرار دادن و این منزل مسکونیه که مقر مردم هست، پایگاه هست، مردم بهش مراجعه میکنن. خواهرایی که میان اینجا ارتباطشان قطع نمیشه. بعد از اینجا آموزش قرآنشان هم تکمیل شد، یاد گرفتن، رفتن باز با حاج خانم ما مربیشان ارتباط دارن. ارتباطشان همیشه هستش. آسیب شناسی، مشاوره، احکام، اخلاق، سبک زندگی قرآنی. الان هم کلاس ها الحمدلله همه برقرار است. الغیب و یقیمون الصلاة و مما رزق جا میشه چی؟ خود بجد رزقناهم ینفقون میشه چی؟ آفرین. حالا والذین یؤمنون بما چی داره؟ الان هم اونایی که آموزش دیدن قرآن یاد گرفتن اکثرا ارتباطشان قطع نیست. میان اینجا مشکلاتشان میگن، تا اونجایی که امکان دارد مشاورین ما اساتید، خانم‌های اساتید بزرگ استان ما در خدمت در اختیار داشتیم، خدمت شما از کم راهنمایی می‌کردن، الان هم هستن. گهگاه خیلی حاشیه دارن، زندگی‌های سختی دارن که میان اینجا برای ما تعریف میکنن. 3 تا خانم‌ها که می‌خواستن خودکشی کنن اونا رو هم نجات دادم، نذاشتم خودکشی کنن. گفتم اگر خودکشی کنید این دنیا چه براتون سخت میشه، اونجا سخت‌تر میشه. چه خود دیگه نمیتونید توبه کنید. وقت توبه ندارید. وقتی خودکشی کنید دیگه وقت توبه ندارید که توبه کنید خدا شما رو ببخشه. بس نمیبخشه. یکی هم که چند دوام همین تو صفر جنین بود که منصرفشون کردم. الانم مادرش به بچه‌ش، حالا من نمیدونم ولی مادرش به بچه گفته که ایشون شما رو نجات داده. هر وقت من نگاه میکنه یا جایی میبینه میگه شما منو نجات دادی و اگر مادر میخواست منو بکشه. چند تا از دوستای حاج خانم ما شاگرداش آمدن جاهای مختلف اینجا کلاس تشکیل دادن. تقریبا با حالت تعادل رسید. چه از نظر
فرهنگی از نظر اخلاقی به حالت الحمدلله تعادل رسید. اینجا مساجد مختلف ساخته شد. الان هم باور کنید بیشترین مساجد همین هادی آباد دارد نسبت به مساحت خودش. خیلی کمک کردن، تشویق ایشون تشویق کردن من تا اینجا رسیدم. ولی من اونجا درس نخوندم، من رفتم درس خوندم، دوره دیدم، بالاخره ایشون تحمل کردن این سختی‌هایی که من الان میرفتم درس میخوندم، دیرتر می آمدم یه موقع یا زودتر می آمدم، غذا رو می‌خواستم اینجا بذارم، ایشون تحمل کردن. خیلی من کمک کردن درس دادن و وقتی من میرفتم درس میخوندم که می‌خواستم دیپلم بگیرم خیلی تو درس‌ها به من کمک می‌کردن. من ازش ممنونم، خدا ان شاءالله خیرش بده. همه این کارا به عهده حاج خانم بوده است. بنده فقط مدیریت کردم، مدیریت مؤسسات، چون رشته خودم علوم تربیتی و جرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشیه. من فقط مدیریت کردم تقریبا، والله بیشتر این کارا بیشتر اینا به عهده حاج خانم بوده است. این سه جز تمام بشه بازم میام از اول شروع میکنیم. قرآنو همراه با تجویداش و معنیاش و با روی وایت بورد می‌نویسیم. دفتر داشته باشید، خودکار داشته باشید، یادداشت کنید ان شاءالله. مجموعه ما تقریبا خب 40-50 ساله که توسط پدر مادرم ایجاد شده و اینها فعالیت کردن تا الان که به ما فرزندان رسیده. پسر بزرگمون که الحمدلله تو آموزش پرورش قبول شد، کنکور سراسری تو الان آموزش پرورش خدمت میکند، دانشگاه فرهنگیان. این پسرمون هم که اینجا الحمدلله دستگاه های جوراب بافی خریده است، انشالله کارآفرینی کند، مشغول شده است، انشالله دارد راه میفتد. دخترمانم که دیگه از ما فعالترن، هر دوشون از ما فعالترن. من مسئولیت ها رو بین بچه‌ام تقسیم کردم. مسئولیت ها تقسیم کردم. هر کسی اگه مسئولیتی داشته باشه مسئولیت خودش به خوبی انجام میده. فرزاده بنده حمل و نقل رو انجام میدن، اخویه بنده امور فرهنگی تو دانشگاه ها رو پیگیری میکنن، یا زنداداش بنده کار دفتری رو انجام میدن، مدیریت اجرایی تقسیم شده، خرید مایحتاج تقسیم شده. چون ماشاءالله سالها زحمت کشیده و درس خونده و دفتر حقوقی زده، ولی الان به خاطر اون مسئولیت اجتماعی که داره میاد برای ما رایگاه صحبت میکنه. واسه همین نهایت بهره ببرید. ما اینجا کلاسای مشاوره هم انشاءالله داریم، قراره مشاورم از این به بعد اینجا مستقر بشه، مشاور خانواده، و بتونیم ازشون استفاده کنیم. حالا تا خانم سرکار تشریف بیارن برای سلامتی خودتون، خانواده‌هاتون، ظهور آقا امام زمان صلوات بفرستید. ما گروه‌های مشاوره رو انداختیم. یک خیریه داریم که 100 خانوار مددجو تحت پوششش هست که به اینها علاوه بر خدمات اقتصادی، خدمات فرهنگی و اجتماعی هم میدیم و اینها رو تحت پوشش کلاس‌های اخلاقی سبک زندگی قرار دادیم. خانم ها که به بنده مراجعه میکنن راجع به حقوق خودشون کمتر آگاهی دارن. این به این معنا نیست که ما مرد ستیزیم، نه، ما میخوایم به قوانینی که به نفع زن هست اشاره بشه. من میخوام همتون به یه آرامشی برسید که چه جایگاهی از نظر مالی و از نظر قانونی شما در منازل خودتون نسبت به همسرانتون دارید. قانون تحکیم بنیان خانواده تونسته کارگاه‌های 16 ساعته پیش از ازدواج رو تو دانشگاه‌ها برای دانشجوها فعالش کنه، همایش‌های ازدواج بگیریم، کارهای زیادی توی این بره از زمان که بحث ازدواج و جمعیت مطرح هست رو انجام بدیم. الان اینجا از وقتی کرونا شروع شده است تبدیل به خیریه شده است. الحمدلله تا آنجایی که در توانمان هستش از توانمندا میگیریم به نیازمندا میرسانیم. و اینجا یه صندوقی گذاشتیم، دیدم خیلی دستشون خالی، صندوقی گذاشتیم از اینجا بهشون وام بدون کارمزد میدادیم. وام اصلا سودی هم نداشت، همین وام میدادیم، میگفتن برید کارتون شاید انجام دادید بعد دوباره بیارید پس بدید. حالا اونایی که داشتن می آوردن قسط به قسط میدادن، اونایی که نداشتن بلاعوض بود. 30 دست جهازی ما تهیه کردیم، 30 دست کامل. حاج خانم اینو تهیه کردن دادیم به نوعروسا. علاوه بر کار فرهنگی، کار اقتصادی هم انجام دادن، کار خانه‌داریشون رو هم انجام دادن. آموزش اقتصادی من یه سری اینا رو گفتم شما اگر ما هر چقدر بدین براتون فایده نداره، بعد چی ماهیگیری رو به شما یاد بدی. اگر ماهیگیری یاد بدم خودتون میتونید.
رفتیم یه سری تو کوه، بهشون گفتم این گیاهایی که میشناسید من بهتون میگم بنویسید، یاد بگیرید، از اینا بچینید برای فروش و عرق زیتش هم بگیرید. از اون میرفتن میچیدن میآوردن میفروختن. شیر پختن و من خودم شیر رو میپختم چون طبق رساله باید بپزی، باید سلسان بشه تا بشه حلال. و این شیره رو میپختم، اینا یاد میگرفتن، الان خودشون میپزن. جمعه ها صبح که ما دعای ندبه داریم، بعد دعای ندبه صبحونه میدن، خانم‌ها صبحونه‌شون رو میخورن و جالبه که هر خانمی هر چی برای فروش داره میاره اینجا، یک بازارچه خانگی ایجاد میشه و خانم‌ها نیازهای اقتصادیشون گاهن اینجا برطرف میشه، خرید و فروش هم زیاد صورت میگیره. هیئت بود، اما مثلا هیئت تنها نبود، همین از اولش هم هیئت بود ولی خیری هم بود، در ضمن آموزش قرآن، در ضمن برگزاری مراسم، اعیاد. همیشه ایام محرم که میشه مثلا اون صحنه که از پدر بزرگم پدر مادرم دیدم که مثلا روز تاسوعا سینه میزدن و گریه میکردن و این شعار والله انقطعتم یمین رو میخوندن، هیچ وقت این صحنه از ذهنم بیرون نمیره. این هیئت ما هم از پدر بزرگامون به ما رسیده، یعنی پدر بزرگامون این هیئت داشتن، هفته یه روز قرآن میخوندن، هیئت داشتن و ما تو این زمینه فعالیت میکردیم، همینجا رشد پیدا کردیم. شبای احیا 3 شب ما احیا داشتیم، تا صبح خانمان بودن، همونجا بودن، چای میدادیم، غذا میدادیم، سحری میدادیم. برای ایام محرم هم که ما از همون موقع هفته امام خرج میدیم، مثلا هر سالی 2000 نفر 1000 نفر ما خرج میدیم. هیئت و اول فرشاشو میشستم، اجی میشد تمیز میکردم، خانم‌ها جمع میشدن میومدن کمک میکردن، تنهایی نبودم و همه خانم‌ها میومدن، اول اونا رو تمیز میکردیم، هیئت و مؤسسه رو تمیز میکردیم، فرشاشو میشستیم، بعد میرفتم طبقه بالا خانه خودمون تمیز میکردم. خیلی دلم میخواست برم کربلا، انقدر دلم میخواست برم کربلا جور نشد. تا صبحش که فرشاش شستم تمام کردم، یه نفر گفت یک کاروانی داره میره 2 نفر جا داره، این 2 نفر میخواد بیاد بریم. من حاج آقا همون سال 2 نفری رفتیم کربلا. نوع کار ما یک سبک زندگی، یک رفتاره، یعنی از پدرشون به ارث رسیده و ما هم تو خونه این رو شاهد بودیم. همونطوری هم که ما تو خونمون یاد گرفتیم و پدرم تو خونشون یاد گرفت، فرزندان ما هم تو خونه این مسیر رو یاد میگیرن و ادامه میدن. مادرشان قرآن میخواد، بنده قرآن میخوندم، خدمتشون عرض کنم که خودمان هیئتی بودیم، بچه‌مان هم هیئتی شدن. الحمدلله، شکر خدا. من تو دوره نوجوانی هر جا که میرفتم به محض اینکه خب فامیلی خودم رو بیان میکردم شناخته شده بودیم، چون یک خانواده مسئولیت پذیر بودیم و همه میدونستن، یعنی خیلی استقبال میکردن. اون تشویق دیگران که من دارم این فعالیت رو ادامه میدم برای من شیرین بود. اینکه وقتی من میگم رخ فروز هستم میگن دختر حاج آقایید، یا حاج آقای رخ فروز عمومون رو میگن مثلا با ایشون نسبت دارید. خب این خیلی خوبه که این تو خانواده ما تو نسل ما بوده و ما داریم این رو ادامه میدیم. این خیلی شیرینه تو دوره نوجوانی. نوه‌ها من بیشتر وقتا اینجا میخوابن و اینجا پیش منم قرآن یاد میدم بهشون، نمازشون الان اجتاشون رو گرفتم، نمازشون یاد میدم. بچه رو زور نگی، فشار نیاری که بیاد تا الا بالله نماز بخونه یا الا بالله شما بیا روسری سر کن یا چادر سر کن. ولی من اگر خودم این کارو بکنم اون میبینی یاد میگیره. این میشه امر به معروف. امر به معروف چی؟ عملی. هم دیگه به سوره ناس رو بلند بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلی العظیم. کلا اینجا همیشه درش بازه. ایسکا میزنیم روزای هفتم امام،
غذا میدیم. وقتی ما یک مراسم داریم، خب وقتی همسر بنده داره توی ایستگاه صلواتی مثلا فعالیت میکنه، وقتی پسرها همراهش هستن ناخودآگاه توی این مسیرن، یاد میگیرن نحوه مدیریت رو. و الان بچهای ما بچهای تشکیلاتی بار اومدن و من مطمئن هستم که تو آینده نزدیک انشالله مرحله‌ای که وارد جامعه شدن مدیران قوی خواهند شد، چون که مدیریت رو تمرین کردن از بچگی، میتونن تو تشکیلات کار کنن و میتونن ارتباط قوی برقرار کنن. چی بیشتر از همه خوشحالتون میکنه؟ بیشتر از همه اون کاری که خیلی دوست دارید انجام بدید چیه؟ شما گاوا صبحان اول کمک کردن. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه نفر مثلا تنهاست مثلا سختش انجام بده، خب ما بریم بهش کمک کنیم زودتر انجام بشه. گوش دادن حتی هر کس که محمدی است آغاش علیست، بر خواجه کائنات احمد صلوات. اللهم صل. 11 پسران علی ابو طالب، به ماه عارض هر یک جدا جدا صلوات. اللهم صل. اول به مدینه مصطفی را صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل. دوم به نجف شیر خدا را صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در کربلا به شمر ملعون لعنت، در توس غریب الغربا را صلوات. اللهم صل. دائم پسرای من موقع مشهد رفتن، موقع کربلا رفتن، این رسم هنوز تو خانواده ما هست که این چاوشی رو میخونن. الان امیرعلی و امیرحسن این صلوات‌ها رو میفرستن، چون بابام هم خیلی دوست داشت که اینا بمونه. یعنی این سبک چاوشی کردن و این مدل صلوات‌ها که نشان حب امیرالمومنین هست بین بچه‌ها باقی بمونه. بچه‌ش آورده بود تو بیابان، همین با انگوش شجره میگفت اون عمو است. اینا اینجوری با رسما را میامدن طرف عمو. گفتم بابا اینا کی مرا شناختن؟ اینا که الان تازه اول شنیدم، همینجور به چشم میاد. خب خانواده هم الحمدلله سربلندن. الان الحمدلله همین دوتا نوه‌هام که آمدن زیر چشم، الحمدلله نوه‌هام هم هیئتی‌ان. امیرعلی، امیرحسن، زینب. از الان من خیالم راحت است که نوه‌هام تی هیئتیان. همین عنایت اهمیت معصومی. قال اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی و یفقهوا قولی. آقا جانم علی ابن ابی طالب امیر سخن در حکمت 205 در کتاب نهج البلاغه می‌فرمایند هر ظرفی با ریختن چیزی در آن پر می شود جز ظرف دانش که در آن هرچند جایی دهی وسعتش بیشتر می شود. خوشحالم که تو این فضان، خوشحالم که تو این مسیرن، خوشحالم که خواستشون از ما اینی که ببریمشون هیئت، خواستشون این که ما گوشی رو مثلا میدیم بهشون مداحی گوش بدن یا مداحی بنویسن یا تمرین کنن. و تینی و زیتون و طور سینی و هذا البلد امین لقد خلقنا. من مهمترین آرزوم که در دنیا باشم ظهور امام زمان رو ببینم و اینه که همیشه بچه‌ها من دور هم باشن و این کاری که ما الان کردیم این ادامه بدن. هر چی در توان دارد باید فرهنگ اهل بیت ارتقا بده، یعنی پرچم اهل بیت سر پا نگه دارد. اینا به قول گفتنی در مقابل خون شهدا اصلا هیچ چی نیستش.